این سپورت تکواندو بوکس تراک است که اگه یک نفر 30 سال کار کرده باشه و دیگه 2 سال کار کرده باشه تا بوکس زدانش میدن که پوزیشن طرف میبرن. اما در کرکت بازی ها میبره به خاطر از این بازی جایزه های زیاد هم میمانه. چرا که همین نماز و روزه و چون کل چیز که هست دیگه دست کلگی یک دانه چوبک توپ دنده است. یک وقت توپ دنده میگن نام از رو ماندن کرکت. اون که تو زنم کردن میرم تمام روز دیگه مصروف است. فوتبال هم که از حسابش معلوم نیست. یعنی چانسکی اگه کدام گل خورد از هر کس که خورد دیگه تو حساب فوتبالر 40 ساله و 50 ساله نداره. یگان دفعه ببینی که یک اشتکک درد میزنه و مردک فکرش نمیشه گل خورد. کلش چانسکی هست. در شهوات بسیار مردم به اندازه مصرف کردن. چرا مصرف کردن؟ سر از این پیسه زیاد میمونه. یک کتاب است به نام پروتکلات حکمای صهیون. این کتاب بخونید بسیار کتاب چیز است. این کتاب صهیونیست‌ها جور کرده بودن، بازی کتاب پد کرده بودن، باز یک زن روسی را دوزی میکنن، باز می سر یک عرب $1,00,000 میفروشن. بازی رو ترجمه